حدود 3 سالگی با خودم میگفتم که پدرم بهترین موجود روی زمینه. در 6 سالگی میگفتم پدرم همه رو میشناسه و دایره دوستانش خیلی زیاده. در 10 سالگی میگفتم پدرم عالیه اما به نظر کمی بد اخلاقه. در 12 سالگی میگفتم وقتی بچه بودم به نظر پدرم مهربانتر میومد. الان که 12 سالمه انگار یه مقداری باهاش چالش دارم. در 14 سالگی میگفتم که پدرم انگار داره نسبت به من کنجکاو میشه یا روی من حساس یا به قول امروزی‌ها داره به من گیر میده. در 16 سالگی میگفتم پدرم اصلا مال دوره ما نیست. مال دوره منقضی شده است، مال زمان گذشته است. ربطی به دوره ما نداره. در 18 سالگی میگفتم با مرور زمان انگار اخلاق پدرم داره بدتر میشه. در 20 سالگی میگفتم بسیار سخته که بتونم پدرم رو ببخشم و تعجب میکنم که چطور مادرم با یادم ساخته. در 25 سالگی میگفتم که به نظرم میاد که پدرم با همه کارهای من مخالفه. در 30 سالگی میگفتم خیلی سخته که با پدرم به توافق برسیم. مثلا ما حرف همدیگر نمیفهمیم و نمیدونم وقتی که پدرم جوان بوده پدر بزرگم چی از دست پدرم کشیده. در 40 سالگی میگفتم پدرم ما رو با ضوابط و قواعد بسیاری تربیت کرده و من هم بایستی از همون قواعد او تبعیت بکنم و از تجربه تربیتی او استفاده کنم. در 45 سالگی میگفتم تعجب کنم پدرم چطوری موفق شد ما رو تربیت بکنه. چقدر ما تربیت ناپذیر بودیم.